شکوفه بهار نام زیبا و برازنده نخستین دفتر اشعار بهار سعید، سراینده نامدار روزگار ماست که امروز با سروده ها و گویش جان نوازش خورشیدوار گرمی و لطف زبان دری را از زادگاهش افغانستان چون رهاوردی گوهرنشان در مرزهای گسترده تر فرهنگی این زبان در این سوی و آن سوی گیتی به مشتاقان شعر و ادب ارمغان می‌کند. آفرینش مکتبی نو در شعر پارسی عنوان پیشگفتار دفتر شعر بهار است که به راستی خواندنش برای زنان شرقی که برای کسب آزادی در تلاشی پیگیر هستند واجب می‌نماید. در پیشگفتار به سخن سن ژون پرس برنده جایزه نوبل ادبیات استناد شده است که میگوید شاعر واقعی امروز سر آن دارد تا در دنیاهایی نفوذ کند که در زیر پرده‌ای از اعتیادات ما خفته و نهفتند، دنیایی ضد عادت که چون کشف شد بدیهی است که برای ناآشنایان مه‌آلود و رازآمیز و مبهم خواهد بود. نویسنده پیشگفتار می‌افزاید بهار زن قفس شکنی میباشد که برای نخستین بار در دنیای دیگری جز دیدگاه مردم عادی پرواز اندیشه کرده است. حال چند شعر از دفتر شکوفه بهار سراینده انقلابی و شورآفرینی را که با نازک‌اندیشی ویژه‌ای با احساسی لطیف هنرمندانه به کار با اهمیت روان درمانی زن شرقی پرداخته است و با صدای گرم و روح نواز خودش به شما هدیه کرده است با جان و دل گوش دهید. این شما و این هم امواج صدای نسیمگونه و اشعار چون گلهای جاودان و همیشه بهار سعید